دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر سال 2022 به بررسی درخواست دادستانی کل روسیه در مورد در قلمرو این کشور سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل اپوزیسیون تاجیک شروع میکند. در این باره روز 2 سپتامبر سال 2022 به خبرگزاری خبرهای حقوقی روسیه در خدمات مطبوعات دادگاه عالی روسیه خبر دادند. در این نهاد گفتند که مرافعه این مسئله در دادگاه عالی روسیه به شکل بسته صورت خواهد گرفت. طور بامداد قبلا خبر داد دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف که روزهای 25 و 26 ایول با یک سفر کاری در دوشنبه قرار داشت، در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان خبر داد که دادستانی کل روسیه خواستار در این کشور نیز سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. او از جمله روز 25 ایول به پرزیدنت تاجیکستان گفت ما علاقه چندین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. روز 26 ایول در ملاقات با همتای تاجیکش ایگور کراسنوف در این باره تفصیلات بیشتر داد. وضع مهاجران و افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز افغانستان همچنان داغ باقی میماند. در این رابطه من میخواستم ذکر کنم که ما فکر شما را در مورد در روسیه نیز تروریستی اعتراف کردن برخی سازمان‌ها به این نوبت گرفتیم. از جمله جمع‌آوری و تهیه سندها نسبت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انجام رسیده است. من درخواست مربوط را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امضا کردم و به دادگاه فرستادم. خبر داد است کراسنوف به دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اقدام مقامات روسیه برای در قلمرو این کشور سازمان تروریستی اعلان کردن حزبش را اشتباه نامید و گفت این به تندرو شدن نیروهای معتدل و افزایش احساسات ضد روسی خواهد آورد. کبیری در صحیفه‌اش در توییتر نوشت روسیه همچون کفیل روند صلح با اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از طرفهای سازشنامه صلح را تروریستی اعلان میکند به اشتباه راه می‌دهد. این منجر به تندرو شدن نیروهای معتدل، افزایش احساسات ضد روسیه و به هم زدن اعتماد به مکالمه و راه و وسایل صلح‌آمیز حل مسائل در تاجیکستان خواهد شد. روسیه عملا نخستین کشور است که به صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در باتلاق جنگ اوکراین سبب شده است.